بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال شطرنج من خیلی خوش اومدین. امروز آشنایی با مهره اسب رو با هم خواهیم داشت. در جلسات قبل ما مهره سرباز رو به شما آموزش دادیم و گفتیم که چه نوع حرکاتی میکنه و چه استثناءاتی داره و در این جلسه ما آشنایی با مهره اسب رو خواهیم داشت. مهره اسب تنها مهره‌ای هست که وزیر نمیتونه مثل اون حرکت بکنه. یعنی ببینید اسب در واقع میتونه از هیچ وقت گیر نمیکنه. ببینید الان مثلا نوبت حرکت با سیاه اسبش رو حرکت میده. سفید اسبش رو به خونه E5 میذاره. خب الان اگه سیاهی حرکت بده، این اسب همه این خونه هایی که الان هایلایت شده رو کنترل میکنه. ولی من الان اگه این وزیر رو بیرون بیارم، اجازه بدید، خب من مثلا E4 میکنم، حریفم E5 میکنه. اگه من وزیرم رو مثلا بذارم تو خونه J4، حریفم به اصطلاح مثلا اسب C6 میکنه. خب این وزیر من نمیتونه تو این خونه بیاد. این خونه ای که الان روشه نمیتونه بیاد چون هایلایت نشده. اگه دقت بکنین این خونه هایلایت نشده. برای همین وزیر اسب تنها مهره است که وزیر نمیتونه مثل اون حرکت بکنه. الان شما چند لحظه صبر کنید، من این اسب رو به جای این وزیر بیارم تا بهتون نشون بدم که اون اسب میتونه به اون خونه بره. خب دوستان، میبینید که الان اینجا نوبت حرکت با سفیده و این اسب میتونه به این خونه بره و به شاه حریف کیش بده. یک چیز دیگر هم ما توی بازی شطرنج داریم به اسم چنگال اسب. ببینید تو این وضعیت سفید اسب خودش رو به خونه C3 میذاره. سیاه وزیر E4 میکنه، اسب D5، اسب F6 و در اینجا سفید میتونه این پیاده رو بزنه، به شاه حریف کیش بده و بعد از اینکه شاه حریف حرکت کرد رخ 5 امتیازی رو بزنه. در ابتدای ویدیو ما گفتیم که اسب 3 امتیاز داره، اسب و فیل 3 امتیاز دارن و رخ 5 امتیاز. همین مهره‌ای که ما الان زدیم به این مهره رخ میگن. خب این رخ 5 امتیاز داره و ما میتونیم بعد از زدن این رخ، حتی اگر بعد از این سیاه بتونه اسب ما رو که در این خونه هست بگیره، ما اصطلاحاً تفاوت جلو هستیم. یعنی در ازای یک فیل یا یک اسب یک رخ گرفتیم. فیل به این مهره گفته میشه. برای فقط تنها دلیلی که اسب و فیل با هم برابرن اینه که وزیر نمیتونه مثل اسب حرکت بکنه، وگرنه فیل ها خیلی مهره‌های بهتر و دوربردتری از اسب ها هستند. ما یه برتری ناپایدار به اسم برتری 2 فیل هم داریم که در ازاش سیاه یا سفید این فیلشون رو با اسب حریف تعویض میکنن و این باعث میشه که یک طرف برتری 2 فیل بگیره. معمولا در ازای خراب کردن ساختار پیاده‌ای برتری 2 فیل رو میده. از بحث خودمون خارج نشیم. بحث ما راجع به مهره اسب بود. همیشه باید مواظب به مهره اسب باشین چون مهره خیلی مرموزیه. نکته بعدی که راجع به اسب وجود داره اینه که همیشه یادتون باشه اسب میتونه به تمام نقاط صفحه شطرنج، هر 64 خونه شطرنج بره، ولی این کار خیلی طول میکشه. ولی فیل ها، ببینید این فیل سفید رو، فیل ها چون به صورت قطری حرکت میکنن، الان این فیل فقط خونه های سفید رنگ رو کنترل میکنه و خونه های سیاه رنگ رو کنترل نمیکنه و این باعث این شده که اسب
بتونه به اندازه فیل ارزش داشته باشه. جدا از اون نکته که وزیر نمیتونه به اندازه به شکل اسب حرکت بکنه، این نکته هم خالی از لطف نبود که بهتون نشونش بده. وقتی یک اسب در یک خونه سفید رنگ قرار داره، خب همه خونه هایی که کنترل میکنه خونه های سیاه رنگه. الان مثلا ببینید من الان وقتی روی این اسب میزنم، تمام خونه هایی که هایلایت شدن، این خونه، این خونه، این خونه، این خونه و این خونه، همشون سیاه رنگ هستن. بقیه خونه هم چون مهرهای سفید رنگ هستن هایلایت نشدن، همشون سیاه رنگ هستن. و بالعکس اگر در خونه سیاه رنگ باشه، همه خونه هایی که کنترل میکنه خونه های سفید رنگ هستن. الان اگر دقت کنید همه خونه هایی که هایلایت شدن، حتی این خونه، همشون سفید رنگ هستن. پس ما نتیجه میگیریم که اگر یک اسب در یک خونه سفید رنگ باشه، هر خونه‌ای که کنترل میکنه خونه سیاه رنگه، و اگر در خونه سیاه رنگ باشه، هر خونه‌ای که کنترل میکنه خونه سفید رنگ. تفاوت بعدی بین اسب‌ها و فیل‌ها این هستن که دو فیل که در ابتدای بازی ما داریم نمیتونن از همدیگه دفاع بکنن. یعنی چی؟ یعنی ببینید ما الان E4 میکنیم، حریف E5 میکنه، ما D4 میکنیم، حریف اونم D5 میکنه. خب ما الان مثلا این فیلمون رو میذاریم تو خونه D3، اسب C6، فیلمون، ما این فیل سیاه رو بمونه، هر کجا که بذاریم نمیتونیم از این فیل سفید رومون دفاع کنیم، چون این فیل سیاه رو فقط خونه های سیاه رنگ رو کنترل میکنه و همیشه تو خونه های سیاه رنگه، و این فیل سفید رو همیشه خونه های سفید رنگ رو کنترل میکنه، همیشه تو خونه های سفید رنگه. ولی اسب ها برعکسن. اسب ها چون میتونن تو همه خونه های صفحه شطرنج برن، من الان اسب F3 که کردم، بعد از یه حرکتی که حریف انجام داد، من میتونم اسب D2 بکنم. خب و این دوتا اسب الان اگه دقت بکنین از هم دفاع میکنن. خب الان این اسب از این اسب دفاع میکنه و این اسب هم از این اسب دفاع میکنه. یعنی ببینید الان اگه من الان یه حرکتی بکنم، اگه الان با فیل بهش حمله کنه، ما الان مثلا میتونیم یه حرکت خوب انجام بدیم، مثلا قلعه بریم، و اگر هم زد ما دیگه پیاده های خودمون رو دوبل و خراب نمی کنیم. همون چیزی که در ابتدای ویدیو گفتم، ما معمولا برای برتری دو فیل در ازاش ساختار پیاده ای رو بد میکنن دیگه، ولی ما در ازاش با اسب پس میگیریم و ساختار پیاده ایمون رو خراب نمی کنیم. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. اگر خوشتون اومد کانالم رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و براش کامنت بذارین و نظرات خودتون رو بگین که من چه ویدیوهایی برای شما بذارم. اگر از دام و تله خوشتون میاد به من بگید، اگر از شاخه ها خوشتون میاد به من بگید، و اگر هم دوست دارید بازی تفسیر بکنیم اون هم به من بگید. خسته نباشید. خدا نگهدار.